آمد تاج از سرش گرفت جبرئیل امین و نزد رسول اکرم آمد. رسول الله خواب سر خود تاج از سر گرفت و سر خودش به کف پای رسول الله گذاشت. جبرئیل امین پیک رسول الله از نزد الله آمدگی سر خود برهنه کرد، تاج گرفت و فرق سر خودش به کف پای رسول الله گذاشت که وقتی که کافوی سرد است و پای رسول الله گرم است، یک دکه خورد پیامبر پای خودش کشید، دید که جبرئیل امین در اوجه است. گفت که ای جبرئیل، تو سردار همه ملائک هستی، تو پیک همه پیامبرها هستی، تو از نزد الله پیام میاری، این چگونه است که تو سر خود به کف پای ما گذاشتی؟ جبرئیل گفت ای حبیبی الله، گفت همون بزرگی را که راهبر و سردار و با فضیلت ترین همه فرشته های الله من هستم، گفت از همین گرد خاک پایت الحال خدا مرا نصیب کرد. من به این گرد خاک که به سری من رسیده به 7 آسمان و زمین پرواز میکنم و فخر میکنم که گرد خاک پای رسول الله به سری من رسیده است. آداب ببین، رسول خدا را دشمن میخواست که به کارد بکشش، دشمن میخواست که سنگ بر رسول الله بزند، دشمن اشکمبه پری نجاست به گردن رسول الله در نماز خواندن بار میکرد. دشمن کسی بود که زمانی که خدیجه کبرا فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها را وقتی که تولد کرد، همه مشرکین و منافقین گریختن، همه گفتن ما دایگی نمیکنیم کسی را که دینی نو آورده است، همه گریختن رفتن. خدیجه مادر ماندر چنین عذاب، ولی در نزد خدا قدر قیمتی او را ببین که جبرئیل امین سر خودش به کف پای رسول الله گذاشت. پیامبر خدا بیدار شد و جبرئیل امین حکم خدا را بر او خواند که در این شب تو باید به مهمانی بیای، جنت و دوزخ به چشم سرت ببینی که فردا روز قیامت این امت گناهگار عاصی خدا شفاعت کرده بتانی از آتش دوزخ، علنگه آتش دوزخ نترسی، بهشت ببینی، دوزخ ببینی. و در اون شب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم براق آورد و در براق پیامبر خدا را خواست بنشاند. و براق چیست؟ براق گفته جاندار هست که او در بهشت است، نصیب بهشتیان است. براق از خر قدش بالاتر است و از اسب پایانتر، دومش به مثل دومی گاو است، سینهش به مثل سینه شتر است، از اسب پایانتر، از خر بالاتر قدش، و روی او سری او به مثل سری آدمی است، عقل ادراک دارد. و براق نه به مثل دیگر حیوان ها قدم میزند خیز میزند، نه، مدی بسر به هر کجا که چشم انسان برسد پای براق در همونجا میرسد. این چنین است. امروز یک مخلوق بیچاره، یک سمالیات مثلا در 1 ساعت چند هزار کیلومتر، یک مخلوق بیچاره یک آهن پاهانه تشکیل کرده است، یک کنسترکتور. اما براق چی است؟ این خلق کرده الله است که مدی بسر چشم تزمیجا کوهی امام اسکره را میبیند، همون چشم تهوی میکنه در همونجا میرسه. براق چنین است. پیامبر خدا همراه جبرئیل رفتن به مسجد الاقصی در شب. در مسجد الاقصی پیامبر خدا براق در حلقه در مسجد الاقصی بسته کرد و خود در آمد و نماز خواند، تحیه مسجد خواند. یعنی اولین کاری که رسول خدا کرد و مهمانی رفت تحیه مسجد بود. هر یکی ما و شما هم به کدام مسجد که در کدام گوشه دنیا که نباشد داخل شدیم باید 2 رکعت تحیه مسجد بخونیم. تحیه مسجد چیست؟ سلام و آداب پروردگار است. در تحیه مسجد بنده چگونه میخواند؟ رسول الله چگونه خواند؟ وقتی که بنده تحریم میبندد، در تحریم بستن همه افعال دنیا را به خود حرام میگرداند، دنیا را پشت دست میکند. هر چیزی که برای آدم زنده حلال است در نماز او حرام است. خوردن نادرست، پوشیدن نادرست، گپ زدن نادرست، خندیدن نادرست، خوابیدن نادرست، رهگشتن نادرست، نشستن نادرست، نگاه کردن نادرست، پوشیدن نادرست، بدر کردن نادرست. هر چیزی که آدم زنده میکند در نماز او نادرست است.
تحریمه را که وقتی بسی الله اکبر گفتی در نماز در آمدی، تو در دنیا نیستی. تو باید تماس به الله بگیری، دستا پیشی برگرفته با ادب قلب پاک کردی، لباس پاک کردی، طهارت تازه کردی، در مکان پاک تو به خدا سخن میگویی. رسول الله 2 رکعت نماز خواند تحیه مسجد. قیام حالت است که بنده دستا پیشی بر میگیرد، با سر کشال جای سجده را نگاه میکند و پروردگار خود راز نیاز میگوید الحمدلله رب العالمین. حمد و سپاس و ستایش و همه نیکویی ها مر پروردگار را هست که او رب عالمین است، تربیت کننده همه عالم هاست الی آخره. بنده در قیام عاجزی خودش به پروردگار نشان میدهد، ترک دنیا همه کردگی و خدا راز نیاز میگه. وقتی که رکوع کرد در رکوع چیکار میکند؟ عاجزی خودش نشان میده، میان خم میکند، پس میکند که خدایا من میان خم میکنم به نزد تو پروردگارا. او بنده هایی که نماز ندارن باید که ما و شما در نصف شب به حال وا بگیریم که خالق خودشون نمیشناسن، خدای خودشون نمیشناسن، به نمازای بیچاره میبرن از دنیا به تو شب خالی و خالی میبراید میروند. به حال و ما باید بگیریم به حال به نمازا. چقدر به نماز است. اهل مشایخ میگفتن که دیوالهای حولیتون بلند کنین، مستحکم کنین، حتما دیواراتون انداوا کنین، مستحکم کنین که تا که از طرف کفیدگی دیوار شما چشم یک به نماز در حولی شما نهفته که کثافتی دارد. از طرف و چشم به نماز در حولی شما نهفته. امروز خانه ها پری به نماز است. خانه مسلمان و مسلمان زاده هست، میبینی در خانه چند به نماز است. آواز از آن میشنم، مسجد نمیآیند، قیام ندارد، رکوع ندارد، سجود ندارد، همون خالی از دنیا میرود. این جنازه ای که ما میکنیم فایده با او ندارد، هیچی فایده با او ندارد. جنازه برای مسلمانی واقعی فایده دارد. عمرش که نماز نخوانده باشد جنازه با او چی فایده دارد؟ هیچی فایده ندارد. رسول اکرم تحیه مسجد خواند، قرائتی دراز کرد، در خیام با سر به جای سجدگاه دوختگی بود، اشکا میریزان. رکوع کرد، در رکوع سبحان ربی العظیم، الله پروردگار جل جلاله را و پاکی یاد کرد، در رکوع استاد و بعداً به سجود رفت. و سجده چی است؟ مغز نماز است، مغز عبادت است، مغز نماز سجود است که با وجودی که همه کائنات خدا به خاطر او خلق کردگی بود. اگر 18,000 عالم اگر همش جمع کنیم به گرد خاک پای رسول الله برابر نمی شود. به همین بزرگی و شرافت قیام ده ایستاد، رکوع کرد، در سجده خدا را به پاکی یاد میکرد. و همون وقت بنده مسلمان است، همون وقت بنده کبر ندارد، غرور ندارد، خدا را میشناسد. بنده اساسی است او بنده که سجده خدا داشته باشد. اگر سجده خدا که نداشته باشد، هر روز میلیون گاو بکشد، هر روز میلیارد دلار خیر صدقات بکند، 1000 بار حج بره و بیاید، میلیون بار زکات بده، اگر نماز نداشته باشد هیچ چیز از کردگی. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. مولای روم میگه، همین مولای رومی که 2 سال پیش یک جمهوری او را بزرگ داشت قید میکرد، همون کس میگه گنجینه در این عالم ویرانه فقط و فقط نماز است. پول نیست، مال نیست، منصب نیست، قصر نیست، ماشین نیست، زن فرزند نیست، یار و رفیق نیست. همه اینها فنا میشوند، نیست میشوند، همه موقتی است. فقط از این دنیا ما و شما نماز میبریم. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است. به سجده به درگاه خدا رحم نتوانی آورد. گر کعبه روانی دریای خانه نماز است. پیامبر خدا 2 رکعت نماز خواند. بعداً به براق سوار شدند. در حالی که به براق پیامبر خدا سوار شد
کتاب ها اهل دل بیان میکنن بحث و مناظره زمین به آسمان است. صدها هزار سال بحث میکردن. آسمان میگفت که خدا در ستاره را خلق کرده است، آفتاب ماه خلق کرده است، روح همه انبیا در من است، بهشت در من است، عرش کرسی و لوح و قلم در من است، فرشته ها در من هستند، لوح المحفوظ در من است. میگفت زمین چی میگفت؟ زمین میگفت که خدا در من شهرها خلق کرده است، دریاها خلق کرده است، اقیانوس و کوه و دیگر خلق کرده است و عاقبت الامر زمین بر آسمان غلبه کرد. تو گفت اگر همه را هم که داشته باشی، من گفت کسی را که دارم که تو نداری. گفت کیست؟ گفت حبیبی الله است، اون محمد صلی الله علیه و سلم است که خدا همه کائنات به خاطر او خلق کرده است. جسمی معطر منوری گفت در دل ما هست، در زمین است، در مدینه منوره است و آسمان مات شد، محو شد ما. و برای خرسند شدن آسمان باز رسول اکرم چی از زمین به آسمان رفت. ولی زمین زمانی که به آسمان پیامبر خدا میرفت، در صخره پیامبر خدا برآمد و در صخره پیامبر خدا پای خودش بالای سنگ گذاشت. در براق وقتی که سوار شد، او سنگ در ناله آمدگی بود، سنگ به ناله آمدگی بود. ای رسول خدا گفت امر کن که من از زمین بالاتر برم. رسول خدا گفت بیا بالاتر رفت. گفت امر کن که من در جای خود بیستم. گفت به چه خاطر؟ گفت به خاطر که پای تو بر بالای من رسیده است، غیر از پای تو نمیخوام که پای دیگر کس به بالای من برسه. این سنگ معلق که الحال معلق هم نیست، بلکه از طرفش دیوار کردن. قبلا معلق بود و معلق هست، اما به خاطر که مردم عوام بیسواد او را همچون پرستش میکردن، همچون شفا و میکندن و میبردن و در کسلی و بیماریاشون میخوردن، پلا پکان میکردن، از دو طرفش دیوار کردن که معلقش نمانه، تا که مردم با او بسیاری بد فریفته نشوند. رسول اکرم در براق سوار شدگی بود که زمین به ناله آمد، زمین به گریه آمد، زمین به ناله آمد و از هر یک حجر و مادر و سنگ و کلوخی که در زمین بود ناله می برآمد. جبرئیل امین جلودار بود. جبرئیل امین اون نقطه و اون بند براق در دست داشتگی بود. تاج فرشته ها بندی او را داشتگی بود. براق پیامبر خدا بر براق سوار بود. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، حضرت لسان الغیب حافظ میگه مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، و تماشای تو آشوب قیامت برخاست. ای رسول الله، حافظ میگه تو وقتی که دعوت الله که به تو رسید، تو مست شدی در عشق خدا، مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، و تماشای تو آشوب قیامت برخاست که همه حجر و مدر همه از عشق رسول الله از زمین دور شدن اشک میریزوندن. حضرت شیخ سعدی بزرگوار اولیای خدا همین ناله زمین و گریه زمین و ساربان که جبرائیل بود، شتربان بندی او براق داشتگی، میگه زمین به ناله آمد و به جبرائیل ناله میکرد و میگفت. حضرت شیخ سعدی را به نظم آورد: ای ساربان آهستران، آرام جانم میرود. ای شتربان، ای ساربان آهستران، آهسته برید، آرام جانم میرود. آرامی که در جان من بود اون میرود، من نیست میشم، هلاک میشم. زمین ناله میکرد این نظم ها را میگفت به جبرائیل: ای ساربان آهستران، آرام جانم میرود. آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود. محمل بدار ای ساربان، تندی مکن با کاروان، که از عشق آن سر و روان گویا که جانم میرود. زمین ناله میکرد: کو میرود دامن کشان، که از دل نشانم میرود. کو میرود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان. دیگر مپرس از دل نشان،
که از دل نشانم می رود. باز آی بر چشمم نشین ای دل ستانی نازنین. زمین ناله میکنه. باز آی بر چشمم نشین ای دل ستانی نازنین. کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می رود. صبر از وصال یاری من، برگشتن از دلدار من، گرچه نباشد کار من هم کار از آنم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوع سخن، من خود به چشمی خویشتن دیدم که جانم می رود. سعدی فیغان از دستی ما لایق نبود ای بی وفا. ای امتی بی وفا، ای امتی که زمین به خاطری او ناله میکرد، حجر و سنگ و کلوخ به خاطری او ناله میکرد، از جدایی و عشق میریزان. ای امتی بی وفا تو چی پروایی نداری؟ بار پیامبر به یاد نمیاری، صلواتی بر روح او نمیگویی. ای امت، کسی که امتی گفت و از دنیا رفت. سعدی فیغان از دستی ما لایق نبود ای بی وفا. طاقت نمی آرم جفا، کار از فیغانم می رود. چون شدی موجود در عالم بگفتی امتی، در نماز و روزت هر دم بگفتی امتی. در شب معراج نزدی حق بگفتی امتی، جان بلب آخر شد و آنگه بگفتی امتی. ما باید چنین ناله بکنیم نه زمین. زمین مسئول نیست، زمین پرسشی ندارد، اما ما و شما امتی او هستیم. ما و شما از محبت او دور ماندیم. حالا که به یک صلوات گفتن، یک مراتب ما و شما اللهم صل علی محمد و علی آل محمد بگیم، خدا برای ما و شما 10 سلام میفرستند. رسول الله برای ما و شما 10 سلام میفرستند. در مکانی که صلواتی بر پیامبر گفته شود، از اون مکان بوی خوش به آسمان میبراید. در هر مسجد، در هر معرکه و هر کجا که باشیم صلی الله علیه و سلم همه بگوید، همه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد بگوید. از اون مکان بوی خوش از طبقه زمین و آسمان پخش میکند. فرشته ها وقتی که بوی خوش به مشام اونها میرسند، و یکدیگر میگویند این بوی خوش از جای می آید که در اوج یاد رسول الله کردند. این بوی خوش از جای می آید که در اون مکان اون مسلمان ها بر روی پیامبر صلوات فرستاده ایستادند. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران. از سنگ ناله خیزد روزی وداع یاران. یعنی بیان میکند که همه و همه در رفتن رسول الله اشکبار بودند، بغیر از انسان که پروایی نداشته در خواب. رسول معظم اسلام خودی معراج گفته، اسرا گفته سفر شب میگن، معراج گفته نردبان میگویند. وقتی که پیامبر خدا به همراهی جبرائیل در براق سوار به آسمان اول که رسیدن، صدا زد جبرائیل امین که درا بگشا. در اون رضوان، اون کسی که آسمان اول در اوجا نزد دروازه بود، گفت کیستی؟ گفت جبرائیل امینم، همراهی سرور کائنات، معلم بشریت، دوست داشته الله، حبیبی الله محمد صلی الله علیه وسلم هستم. رسول خدا را خدا دعوت کرده است. وقتی که در را کشاده کردم گفت پیامبر خدا در اون آسمان اول گفت حضرت آدم علیه السلام دیدم. حضرت آدم از جای خود خیست، آدمی که 1000 سال عمر دیدگی بود، آدمی که پیامبر خدا را دوست می داشت و یاد او می گریست، آدمی که خداوند به سبب شفاعتی پیامبر و وسیله کردن حبیبی خدا و صحبی را خدا بخشید. آدم از جای خود خیست گفت مرحبا به ابن صالح و نبی صالح، مرحبا گفت خوش آمدی ای پیامبر صالح و ای فرزند صالح. گفته پیامبر خدا را آمد. حضرت آدم به آغوش گرفت، پیامبر خدا را در آغوش گرفت.
از پیشانه مبارکه رسول اکرم حضرت آدم بوسه داد. چند ایستادن، جبرئیل امین باز آهنگی سفر کردند، به آسمان دویم برآمدند. در آسمان دویم وقتی که به دروازه آسمان دویم نزدیک شدن، باز جبرئیل امین صدا زد. از دروازه صدا برآمد: کیست؟ من علی الباب، کیست در؟ جبرئیل امین صدا داد که منم. گفت پیک رسول الله هستم و همراهی من این محمد صلی الله علیه وسلم است. دروازه دوم آسمان گشوده شد. در دروازه دوم یحیی ابن زکریا و حضرت عیسی ابن مریم در آسمان دوم بودند. بعضی آسمان چهارم میگن، اما اکثر کتاب و حدیث ها بیان میکنن که در آسمان دوم هستند. حضرت یحیی و حضرت عیسی علیه السلام هر دو به پیشواز رسول الله خیستند، دویدند، آمدند با پای برهنه و سر برهنه و پیکی رسول الله را دیدن و به پیش پیامبر آمدن. رسول خدا را چکار کردن؟ با آغوش کشیدن و بوسه کردن. از آسمان دوم و آسمان سوم عروج کردن. در آسمان سوم هم همین طریق درها را گفتن، کشاده کردن. در آسمان سوم یوسف صدیق بود، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم خلیل الله صلوات الله علیهم اجمعین، حضرت یوسف صدیق بود. حالا که حضرت یوسف کی بود؟ یک قطره حسن رسول الله با یوسف نصیب شدگی بود. اگر میلیون ها یوسف زیبا را ما جمع کنیم، با یک تار موی رسول الله برابر نمیشه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کسی هست که عایشه صدیقه طاهره مادرمان بیان کرد که قصه یوسف وقتی که در قرآن خدا بیان میکند که زنها وقتی که ملامت کردن زلیخا را که تو به یک غلام خود عاشق شده ای، ملامتش کردن، طعنش دادن، سخنهای ناجا گفتن. زلیخا همه زنهای اشراف جمع کرد، بعد از اونها یک ترنجی داد و تطلهن سکینن، کارچه های تیز به دست اونها داد و گفت که شما اینها را چکار کنید؟ ریزه بکنید، پست بکنید. وقتی که کارها در دست بود، از طرف دیگر یوسف صدیق گفت پیامبر خدا را که خط زینت بده و به نزد من بیا. وقتی که یوسف آمد، همه که جمال یوسف دیدن، دستهای خود بریدن، انگشتهای خود بریدن، خونها جاری شد، همه پر از خون شد. در حسن یوسف محو شدن، مات شدن. و قطعن ایدیهن، خدا میگه همه دستهای خودشون بریدن. وقتی که بریدن و همه را چاک کردن، خونسار کردن، وقتی که یوسف حسن شدیدن، گفتن که زلیخا گناهی ندارد، هر زن این رو ببیند عاشق می شود. وقتی که این قیصه را عایشه صدیقه مادرمان، صدیقه طاهره دختری ابوبکر صدیق همسر رسول الله در قرآن قیصه را که خوان، گفت قسم به الله که اگر در جای یوسف گفت محمد صلی الله علیه وسلم میگذشت، او زنهای مصر دستهای خودشون نمیبریدن، بلکه با کار سینه های خودشون تیکه تیکه میکردن. حسن یوسف کجا؟ اگر زنهای مصر دستاشون نبریدن کلته کردن، برای یوسف بود. اما اگر زیبایی محمد صلی الله علیه وسلم میدیدن، دیله های خودشون با کار پاره پاره میکردن، ولی حسن رسول الله رو ندیده بودن. یوسف صدیق وقتی که رسول خدا را دید، از جا خیست، از کرسی دوید، آمد پشت دستی رسول الله را بوسه کرد، پیامبر خدا را به آغوش گرفت و رسول الله را بسیار بسیار عزت و احترام زیاد کرد. جبرئیل امیر آهنگ کرد که بالا می رویم. باز به آسمان چهارم عروج کردند. آسمان چهارم ده هارون ابن عمران علیه السلام دیدند. در آسمان چهارم هارون برادرزاده موسی و هم پیامبر بود. از او جمع بعد زیارت التفات زیاد به آسمان چهارم ادریس دیدن، ادریس علیه السلام. به آسمان پنجم
هارون ابن عمران دیدن و به آسمان ششم نزدیک شدن. وقتی که در کوفتن گفتن فرشته که من علی الباب، کیست بر در؟ گفتن که پیک رسول الله هست و حبیب خدا هست. در کشاده کردن. در ششم آسمان مکان موسی کلیم بود. موسی کلیم الله که موی سر تا میان بود. هیبتی که موسی داشت دیگر پیامبران نداشتند. یک پیامبر قوت 40 مردی به قوت دارد. 40 مردینه را قوت یک پیامبر دارد و موسی قوت 40 پیامبر دارد و پیامبر ما صلی الله علیه وسلم قوت 40 موسی را دارد. وقتی که موسی کلیم رسول اکرم دید با همون موی دراز تا میان، هیبت کلان که اگر موسی کلیم به غضب اگر میپسان اولیای خدا را اولیای خدا خاکستر میشد، چون این هیبتی سختی داشت. دوید آمد پیامبر خدا را زیارت کرد، پیامبر خدا را بوسه کرد و خیلی هم گریه کرد. موسی کلیم حبیب خدا گفت که برادر موسی، گفت با چی خاطری قدر اشک میریزونی؟ گفت که تو اخیرا پیامبر هستی، تو حبیب الله هستی. هر چقدر که در بنی اسرائیل فهماندم خدمت کردم، اما اون مرتبه ای که تو داری هیچ کس نداره. فردا روز قیامت آن مقدار از امتی تو داخل بهشت می شود که از هیچ امتی پیامبر اون مقدار داخل بهشت نمیشه. ای رسول الله گفت آسمان بالا به نزد الله و حتما در آمدن مرا ببین بعد گذشته برم، مرا نادیده نرو. تأکید کرد موسی علیه السلام. و با آسمان هفتم عروج کردن. در آسمان هفتم باز فرشته در کشاده کرد. در اون آسمان مردی زیبا، از همه پیامبران زیباتر، خشروتر، حلیمتر، قامت بلند، میجه های دراز سیاه نازنین، اون کی بود؟ ابراهیم خلیل بود. حالا جمعه آینده وصل میکنیم پیامبرها که چگونه شکل داشتن. پیامبر خدا هر یک پیامبری که دیدگی بود با صحابه میگفت حضرت عیسی فلان خیر بود، حضرت موسی فلان 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 فلان، همه را میگفت. نوبت به ابراهیم خلیل رسید. گفتن که ای فرستاده خدا، ابراهیم خلیل چگونه صورت دارد؟ رسول الله اشاره به سوی خودشان کرد. یعنی ابراهیم خلیل مثل پیامبر ما صلی الله علیه وسلم خیلی شخص زیبا بود. وقتی که ابراهیم خلیل دید، از نزد ابراهیم خلیل الله حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به سدرة المنتهی رسیدند. در سدرة المنتهی دیگر براق هم در کار نیست، جبرائیل هم در کار نیست. جبرائیل قفا ماند. پیامبر خدا خیلی بالا رفت. گفت که جبرائیل، در همه سفر اینقدر راههای دراز طی کردیم، تو الحال برای چی در راه عبرت میپرتوی، از قفا میمانی؟ که براق هم نیست شد. جبرائیل گفت که ای رسول الله، گفت ای حبیبی الله، گفت اگر یک سری موی، اگر یک قدم به پیش بروم، همه پر و بال من میسوزه و خاکستر میشم. یعنی چی است که حضرت سعدی رضی الله تعالی عنه میگفت در این باب که برسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، برسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. مقام آدم ببین که به جای میرسه که غیر از خدا کسی رو نمیبیند. نه براق لازم است نه جبرائیل. همین طریق است که دوستای خدا اولیاء الله میگن که میان عاشق و معشوق رمزی است، میان عاشق و معشوق رمزی است، کرامان کاتبین را زو خبر نیست. عاشق و معشوق چنان رمز دارند که، چنان تماس دارند که کرامان کاتبین از او خبر ندارند. و به آسمان هفتم از سدرة المنتهی جبرائیل ماند و براق هم ماند و رسول اکرم چیکار کرد؟ به بالا عروج میکرد و بالا میرفت. و در بالا رفتن او حضرت مولوی جنون میگفت جان باد فدای قد زیبای محمد صلی الله علیه و سلم.
جان باد فدای قد زیبای محمد، با گیسوی مشکین سمن آسای محمد. جبریل جلودار براق شب معراج، حوران صفی در صف تماشای محمد. جبریل جلودار براق شب معراج، حوران صفی در صف تماشای محمد. عرش از سرافرازی و تشریف قدومش، کرسیست به بالیش زی تمنای محمد. خورشید گرفت توشه از خیرمن حسنش، مهروی کنان بوسه زد از پای محمد. فردا که زند جلوه به بازار قیامت، محشر شود آن روز به تماشای محمد.